کتاب سرود سرودها باب یکم. معاشرت شادیانه داماد و عروس. سرود سرودها که از آن سلیمان است. کاش که مرا با بوسه های دهان خود ببوسد، زیرا که عشق بازی های تو از شراب خوبتر است. روغن های اطرفشان تو برای بویدن خوب است. اسم تو مثل روغن اطرفشان ریخته می باشد، بنابراین دوشیزگان تو را دوست می دارند. مرا از قفای خود بکش تا که بدویم. پادشاه مرا به حجره های خود آورد. از تو به وجد آیم و شادی کنیم. عشق بازی های تو را بیشتر از شراب ستایش نماییم. تو را سزاوارانه دوست می دارند ای دختران یروشلیم. من سیاه هستم ولی زیبا، مثل خیمه های قیدار، مثل پرده های سلیمان. با آن نگاه نکنید که من سیاه‌تاب هستم، زیرا که آفتاب مرا سوزاند. پسران مادرم به من خشم گرفتند، مرا دیدبانی تاکزارها کردند، لیکن تاکزار خود را نتوانستم دیدبانی نمایم. ای آن که جانم تو را دوست می دارد، به من بگوی که در کجا می چرانی؟ پیشینگاهان را مرا کجا می خوابانی؟ چرا نزد رمه های رفیقان تو مثل زنی گمراه باشم؟ ای نازنین ترین زنان، اگر ندانی از پی رمه بیرون آی و بزخاله هایت را نزد مسکن های چوپانان بچران. ای یار من، تو را به اسبی که در عرابه فرعون است مانند کردم. چه زیباست رخسارهای تو در میان زیورها، گردن تو با گردن بند. شلشله های طلا با پولکچه های نقره برای تو خواهیم ساخت. تا وقتی که پادشاه بر نشیمنگاه خود بود، سنبل من رایحه خود را میداد. محبوب من برای من طبله مور است که در میان پستانهایم میخوابد. محبوب من برای من شنگل گل حناست که در تاکزارهای عین جدی می سبزد. اینک تو نازنین هستی ای یاری من، اینک تو نازنین هستی، چشمانت مثل چشمان کبوتر است. اینک تو نازنین هستی ای محبوب من، نیز دلپذیر هستی، نیز حجله ما سبز و خرم است. بالارهای خانه ما ارز هاست و سهای ما سرو هاست. کتاب سرود سرودها باب دویم. عروس به واخوری با داماد مشتاق است. من نرگس شارون سبستن وادی ها هستم. چنان که سبستن در میان خارهاست، آنچنان یاری من در میان دختران است. چنان که درخت سیب در میان درختان جنگل است، آنچنان محبوب من در میان امردان است. در سایه او با اشتیاق نشستم و میوه او برای کام من شیرین است. او مرا به شرابخانه آورد و بیرق او بر سر من محبت است. مرا با کلچه های مویزی قوت بخشید، مرا با سیب ها تقویت دهید، زیرا که من برای محبت بیمار هستم. دست چپش در تگ سر من است و دست راستش مرا به آغوش می کشد. ای دختران یروشلیم، شما را به آهوان یا غزالان صحرا قسم می دهم که محبوبم را تا وقتی که خودش خواهد بیدار نکنید و از خواب نخیزانید. آواز محبوب من است، اینک او می آید، بر کوهها جست و خیز می کند، بر تلها می پرد. محبوب من مثل آهو یا بره غزالان است، اینک او در پشت تواره ما ایستاده است. از تیریزه ها نظر می اندازد، از رفزنها می نگرد. محبوب من به سخن آغاز نموده به من گفت ای یار من، ای نازنین من، برخیز و بیا. اینک زمستان گذشت، باران از بارش مانده ابرها رفت. مغجه ها بر زمین نمودار شد. وقتی خوانش پرندگان رسید و آواز قمری در کشور ما شنیده می شود. درخت انجیر بار گرفته است و تاکها غوره بسته رایحه خوش می دهد. ای یار من، ای نازنین من، برخیز و بیا. ای کبوتری من که در سوراخ‌های صخره در نهانگاه صوفکوه قرار گرفته ای، چهره خود را به من نشان ده، آواز خود را به من بشنوان، زیرا که آواز تو خوش است و چهره تو زیباست. شغالها را، شغالهای خرد را که به تاکزارها ضرر می آورند،
برای ما دستگیر کنید، چون که تاکزارهای ما غوره بسته است. محبوب من از آن من است و من از آن او. او در میان سبسنها می چراند تا وقتی که صبح بیدمد و سایه ها بگریزد. ای محبوب من برگرد، بر کوه پاره ها مثل آهو یا بره غزالان باش. کتاب سرودها باب 3. صداقتمندی یار. شبانگاه بر بستر خود او را که جانم دوست می دارد جستجو کردم. او را جستجو کردم ولی او را نیافتم. پس برخاسته در شهر، در کوچه ها و میدان ها گردش می کنم. او را که جانم دوست می دارد جستجو می کنم. او را جستجو کردم ولی او را نیافتم. پاسبان هایی که در شهر گشت و گذار می کنند مرا یافتند. آیا او را که جانم دوست می دارد دیده اید؟ نه بکک از پیش آنها گذشته بودم که او را که جانم دوست می دارد یافتم. او را داشته گرفتم و او را سر ندادم تا وقتی که او را به حولی مادر خود و به حجره والده خود آوردم. ای دختران یروشلیم، شما را به آهوان یا غزالان صحرا قسم می دهم که محبوبم را تا وقتی که خودش خواهد بیدار نکنید و از خواب نخیزانید. این کیست که از بیابان مثل ستونهای دود صعود می نماید و از بخور مر ولادن و هر نفخ خاکه اطرفشانی ریزوار فروش معطر شده است؟ اینک تخت روان سلیمان، 60 نفر پهلوانان در گرد آن از پهلوانان اسرائیل، همه آنها شمشیردار و جنگ آزموده می باشند. شمشیر هر یکی از بیم شب بر ران اوست. سلیمان پادشاه تخت روانی برای خود از درختان لبنان ساخته است. ستونهای آن را از نقرس، پایابان آن را از طلا، نشیمنگاه آن را از ارغوان ساخته است. درون آن با محبت دختران یروشلیم آرایش یافته است. ای دختران سیان، بیرون آید و سلیمان پادشاه را ببینید با تاجی که مادرش در روز توی عروسی او و در روز شادمانی دل او بر سر او نهاده است. کتاب سرودها باب 4. داماد درباره فضیلت‌های عروس سخن می‌راند. اینک تو نازنین هستی ای یار من، اینک تو نازنین هستی. چشمانت از پشت برقه تو مثل چشمان کبوتر است. مویهایت مثل رمه بزهای است که از کوه جلعاد موجزنان فرود می آیند. دندانهایت مثل رمه میشهای پشم بریده است که از شستن برآمدند و همهشان اکیزگوار جفت جفت می باشند و نقصان در آنها نیست. لبهایت مثل رشته قرمزی است و دهانت زیباست. رخسارهایت از پشت برقه تو مثل نیمه های انار است. گردنت مثل برج داوود است که برای کرخانه بینا یافته است. 1000 سپر، همه سپرهای پهلوانان بر آن اویزان است. دو پیستانت مثل دو آهو بره یکیزه که ماده آهو می باشد که در میان سبسنها می چرند تا وقتی که صبح بیدمد و سایه ها بگریزد و کوه مور و به تلی لادن خواهم رفت. تو سر تا پا نازنین هستی ای یار من و نقصان در تو نیست. از لبنان با من ای عروس، از لبنان با من بیا. از قله امانه، از قله سینیر و هرمون، از لانه های شیران، از کوه های ببران نظر انداز. دلی مرا ربوده ای خواهر و عروسی من. با یک نگاه چشمان خود، با یک طفقی که بر گردن توست، دلی مرا ربوده ای. چه خوش است عشق بازی های تو ای خواهر و عروسی من. چه خوبتر است عشق بازی های تو از شراب و رائحه روغن های اطرفشان تو از تمام عطریات. از لبهایت شهد می چکد ای عروس. عسل و شیر در تحت زبان توست و رائحه پیراهنت مثل رائحه لبنان است. خواهر و عروس من باغی در بسته، چشمه قفل کرده منبع مهر زده می باشد. نهالهایت فردوس انارهاست با درختان میوه خوش‌طعم. گلهای حیناست با سنبلها. سنبل و زعفر، نی اتراگین و دارچین است با هر نوع درختان لادن. مور و عود است با هر گونه عطریات سره. چشمه باغات و چاه آب زنده است که از لبنان جاری است.
جواب عروس: ای باد شمالی برخیز، ای باد جنوبی بیا، بر باغ من بیوز تا که عطرهایش پهن شود. محبوبی من به باغ خود بیاید و میوه های خوش‌طبع خود را بخورد. کتاب سرود سرودها باب پنجم. آواز داماد. به باغ خود آمدم ای خواهر و عروسی من. مور خود را با عطر خود چیدم، شان خود را با عسل خود خوردم، شراب خود را با شیر خود نوشیدم. ای یاران بخورید، ای محبوبان بنوشید و مست شوید. عروس از فراق اندوهگین است و جمال داماد را ستایش میکند. من در خواب هستم ولی دلم بیدار است. صدای شنیدم: محبوبی من در را میکوبد، برای من بگشا ای خواهر من، ای یاری من، ای کبوتری من، ای پاکیزه من. چون که سرم از شبنم و زلفهایم از رطوبت شب پر است. پیراهنم را کشیدم، چگونه آن را بپوشم؟ پایهایم را شستم، چگونه آنها را چرکین کنم؟ محبوبی من دستش را از سوراخ در دراز کرد و دلم برای او بیاشفت. من برخواستم تا که برای محبوب خود بگشایم و از دستم مور چکید و از انگشتهایم موری پاکیزه بر دسته قفل چکید. من برای محبوب خود کشادم ولی محبوب من سر تافته رفته بود. وقتی که سخن گفت جانم در اضطراب افتاد. او را جستجو کردم ولی او را نیافتم. او را جیغ زدم ولی به من جواب نگرداند. پاسبان‌هایی که در شهر گشت و گذار می‌کنند مرا یافتند، مرا زدند، مرا زخمدار کردند. پاسبان‌های حصارها سراندازی مرا از سرم کشیده گرفتند. ای دختران یروشلیم، شما را قسم می‌دهم که اگر محبوب مرا بیابید به او بگویید که من برای محبت بیمار هستم. محبوب تو از محبوبان دیگر چه خوبی دارد ای نازنین ترین زنان؟ محبوب تو از محبوبان دیگر چه برتری دارد که ما را چنین قسم می‌دهی؟ محبوب من سفید پوست و سرخ رخسار است، بر بیور بلند برداشته شده است. سری او زری سرخ خالص است، زلفهایش مرغوله دار و مثل زاغ سیاه است. چشمانش مثل کبوتران نزد مجراهای آب است که در شیر غسل می کنند و بر جویبار پرآب می نشینند. رخسارهایش پشته های ریحان، پرورشگاه گیاهای اطرفشان است. لبهایش سبسن هاست که از آنها موری پاکیزه می چکد. دستهایش لوله های طلاست که با زبرجد مرصع شده است. بدنش هیکل از عاج است که از یاقوت کبود حاتمکاری دارد. ساقهایش ستونهای مرمر است که بر پایه های زر خالص تأسیس یافته است. شمائلش مثل لبنان است، مثل ارز با حشمت است. دهانش شیرین سخن است و او سر تا به پا فتان است. چنین است محبوب من و چنین است یار من ای دختران یروشلیم. کتاب سرود سرودها باب ششم. شادی دیدار. محبوب تو کجا رفته است ای نازنین ترین زنان؟ محبوب تو به کجا رو آورده است؟ او را با تو جستجو خواهیم کرد. محبوب من به باغ خود و پشته های ریحان فرود آمده است تا که در باغات بچراند و سبسنها بچیند. من از آن محبوب خود هستم و محبوب من از آن من است. او در میان سبسنها می چراند. ای یاری من، تو مثل تیرسا نازنین، مثل یروشلیم زیبا و مثل فوجهای بیرقدار سهمگین هستی. چشمانت را از من دور ساز چون که آنها مرا به هیجان می آورند. مویهایت مثل رمه بزهای است که از جلعاد موج مانند فرود می آیند. دندانهایت مثل رمه میش‌های است که از شستن برآمدند و همه اشان ایکی زگوار جفت جفت می باشند و نقصان در آنها نیست. رخسارهایت از پشت برقه تو مثل نیمه های انار است. اگرچه 60 نفر ملیکه ها و 80 نفر سوریگان هستند و دوشیزگان سان و شمار ندارند. لیکن کبوتری من پاکیزه من یگانه است. او یگانه مادری خود، ممتاز والده خود می باشد. دختران او را دیدند و حمد و ثنا به او خواندند. ملیکه ها و سوریگان او را ستایش کردند.
این کیست که مثل شفق صبح درخشان است، مثل ماه نازنین است، مثل آفتاب تابان است، مثل فوجهای برقدار سهمگین است؟ به باغ چارمغز فرود آمدم تا که سبززار وادی را تماشا کنم، تا ببینم که آیا تاک گل کرده است و آیا انار مغجه کشاده است. ندانستم که جان من چگونه مرا به عرابه های نجیبان قوم من جذب نمود. کتاب سرود سرودها باب هفتم. معاشرت دوستانه. برگرد برگرد ای شولمیت، برگرد تا که به تو نظر کنیم. به شولمیت چی نظر میکنید وقتی که او در میان دو لشکرگاه میرقصد؟ چه زیباست پایهایت در کفشها ای دختری نجیب. سورینهایت مثل زیورهاست که عملی دستهای صنعتگر است. نافت کاسه مدور است که شراب داروواردار در آن کمی نمی کند. بطنت خرمن گندم است که با سفسنها آرایش یافته است. دو پیستانت مثل دو آهو بره اکیزک ماده آهو می باشد. گردنت مثل برج عاج است. چشمانت مثل حوضهای هشبون در نزد دروازه بطربیم است. بینیت مثل برج لبنان است که به سوی دمشق نگرانیده شده است. سرت بر تو مثل کرمیل است و کاکلی سرت مثل ارغوان است. پادشاه به توره هایش گرفتار شده است. چی نازنین هستی و چی دلپذیر ای محبوبه در حلاوت ها. این قامتت به نخل مانند است و پیستانهایت و شنگیل های میوه آن. گفتم که بر نخل برآمده نوده هایش را نگاه خواهم داشت و پیستانهایت مثل شنگیل های انگور خواهد بود و رایحه نفست مثل سیب ها و دهانت مثل شراب ناب. آن به گلوی محبوب من به ملال فرو می رود. لبهای خفتگان را به حرکت می آورد. من از زان محبوب خود هستم و اشتیاق او بر من است. بیا ای محبوب من به سیر صحرا برایم، در دیهات شب گذرانیم. بامدادان به تاکزارها برویم ببینیم که آیا تاک گل کرده، غوره بسته است و آیا انارها مغجه کشاده است. در آنجا عشق بازی هایمان را به تو خواهم بخشید. رایحه مهرگیاه ها می آید و نزد درهای ما هر نوع میوه های خوش‌طعم تر و تازه و کهنه موجود است. آنها را برای تو ای محبوب من سرشته کردم. کتاب سرود سرودها باب هشتم. صداقتمندی ابدی پیوند شدگان. کاش که تو برای من برادری که پیستانهای مادری مرا مکیده است می بودی. آنگاه در بیرون با تو واخورده تو را می بوسیدم و مرا مذمت نمی کردند. برای تو راه بلد می شدم و تو را به خانه مادرم می آوردم که وی مرا تعلیم داده است. تو را از شراب داروواردار از شربت انار خود می نوشانیدم. دست چپش در تگ سر من است و دست راستش مرا به آغوش می کشد. ای دختران یروشلیم، شما را قسم می دهم که محبوبم را تا وقتی که خودش خواهد بیدار نکنید و از خواب نخیزانید. این کیست که از بیابان بر محبوب خود تکیه کرده صعود می نماید؟ در تگ درخت سیب تو را بیدار کردم، آنجا مادرت تو را زاییده است. مرا مثل مهر بر دل خود، مثل مهر بر بازوی خود بگذار، زیرا که محبت مثل مرگ پرزور است و رشک آن مثل دوزخ بیرحم است. برخهای آن برخهای آتش است، علنگه الهی است. آبهای بسیار نمی تواند محبت را خاموش کند و نهرها نمی تواند آن را فرو نشاند. اگر کسی تمام ثروت خانه خود را برای محبت بدهد، از او البته نفرت خواهند کرد. ما را خواهر خرده هست و او پیستان ندارد. با خواهر خود چیکار کنیم وقتی که او را خواستگار شوند؟ اگر او حصار می بود، نزد او کوشک نقره بینا می کردیم و اگر او دروازه می بود، بر وی غلقه از چوب ارز مخکوب می کردیم. من حصار هستم و پیستانهایم مثل برج هاست، بنابراین در نظر او مثل چشمه سعادت بودم. سلیمان تاکزار در بعل همون داشت.
تاکزار را به دیدبانان سپرد. هر کس برای میوه آن 1000 نقره می داد. اما تاکزار من نزد من است. برای تو ای سلیمان 1000 و برای دیدبانان میوه آن 200 خواهد بود. ای آن که در باغات می نشینی، رفیقان به آواز تو گوش می دهند، آن را به من بشنوان. بگریز ای محبوب من و مثل آهو یا بره غزالان بر کوههای عتیاد باش.